بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز همراهتان عزیزان درباره شیرخوارگی صحبت میکنیم. درباره اینکه برای اینکه یک کودک محرم ما گردد چند بار باید شیر خورد، تا چند سالگی باید شیر خورد و طرز شیر خوردنش چگونه باید باشد. برای اینکه در این مسئله خیلی فکرهای غلط هست و گپهای خرافاتی هم هست، خواستم همین مسئله رو وسیع‌تر همراه شما صحبت کنم. پیش از همه اگر درباره شیرخوارگی گپ زنیم عزیزان، در ما حدیث در صحیح بخاری مسلم است که بار حضرت عایشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من صدای مردی را میشنوم که و از حفصه اجازه داخل شدن به خانه اش میکند و حضرت حفصه دختر عمر هم همسر دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشند. من صدای آن مرد را میشنوم میگویند و پیامبر میگویند آن مرد عموی شیرخوارگی حفصه می باشد. یعنی حفصه از زنه شیر خورده است که همان زن شوهرش برادرش همان مرد است، یعنی عمکی رضاعی حفصه هست. و حضرت عایشه میگن پس فلانی یک نفر بود که او از جهت شیرخوارگی به من عمک میشد، یعنی من از زن برادری او شیر خورده بودم. اگر او زنده می بود می توانست خانه من آید همچون محرم؟ پیامبر میگن آره، یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب. همون گونه ای که از جهت نسب و خون برای تو خش و تبارت محرم میشوند، تقاییت، عمکیت، جیانهایت، برادرت، پدرت، پدر بزرگت از جهت شیرخوارگی هم عیناً همین خیل. یعنی اگر یک دخترچه از یک زن شیر خورد، شوهر همان زن، برادران شوهر آن زن، برادران خودی همان زن، پدر آن زن، پدر شوهر آن زن، تمام پسرهای آن زن، تمام نبیره های آن زن محرم او میشوند. عیناً گویا که آن دخترچه را تولد کرده است. عیناً گویا که همون دخترچه را تولد کرده است، او محرم می شود. در سوره نساء هم آمده است که الله میگوید درباره محرم ها و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة، برای شما مادرانتان و خواهرانی که از جهت شیرخوارگی برای شما مادر و خواهر هستند محرم هستند. و در حدیث هم چه خیلی گفتیم، پیامبر میگن همون گونه که از جهت نام نسب و از جهت خون برای تو محرم میشوند، تمام آنها از جهت شیر هم به تو محرم میشوند. و اینجا چیزی دیگر این است که یک مرد اگر یک زنش، یعنی دو زن داشته باشد و یک زنش به یگان کودک شیر داده باشد، فرزندان زن دویم هم به همان کودک محرم می شوند، چون صاحب شیر پدر یکتا هست. یعنی تمام فرزندان همان مرد از دیگر زنهایش باشد هم به آن کودک محرم می شود. برای همین مسئله رضاعگی یا شیرخوارگی خیلی مهم است عزیزان. یعنی در اسلام اگر دو نفر ازدواج کرد، بعداً بیان شد که اینها از یک نفر شیر خورده اند، همان لحظه باید جدا شوند. حتی 6 تا فرزند داشته باشند، هم حتی چند تا فرزند داشته باشند، هم همان لحظه اینها خواهر و برادر بودن، جدا می شوند. اگرچه فرزندها به پدرش برمیگردد، اما از جهت خطاگی که شد اینها باید نکاحشان ویران شود. و عموما از کسی که همراه او شیر خورده، ببخشید، از مادری که از او شیر خورده، فرزندان او، برادران آن زن، برادران شوهر آن زن کلا محرمی تو می شود. اما یک مسئله در ما هست که مثلا به یک دخترچه یک زن شیر داد، بقیه آن دخترچه به آنها محرم می شود، اما خواهر و برادرهای زاده آن دخترچه که از پدر و مادر دیگر هست به اینها بیگانند. فقط همون یک نفر شیر خورده به اینها محرم می شود، دیگر اعضای عائله محرم نمی شوند. اکنون عزیزان بیاید ببینیم که تا چند سالگی این، یعنی مسئله شیرخوارگی تا چند سالگی هست. در نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه کودک تا 2.5 سالگی اگر از یگان مادر شیر خورد او محرم حسابیده می شود. پسرچه است دخترچه است فرق ندارد. بعد از 2.5 سالگی شیر خورد هم و محرم حساب نمی شود. و
دلیلشون هم از آیت قرآن کریم است که الله میگوید و حمله و فصاله 30 شهر و برداشت کودک و جدا کردن از شیر 30 ماه هست و 30 ماه رو کلا در بغل برداشتن میگویند. یعنی در سخن خودی فقط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردانشون نه تا 2.5 سالگی به یک کودک شما شیر دادید یا مثلا به یک کودک 2 سال و 5 ماه شیر دادید و محرمی شما میشود. اما در نزد جمهور علما، حتی در نزد شاگردان ابو حنیفه رحمت الله علیه هم از ابو یوسف و از محمد شروع کرده تا امام شافعی و احمد و امام مالک، در نزد اینها شیرخورگی فقط 2 سال اول است. و برای این میگن الله در قرآن میگوید و امهاتکم ببخشید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مادرها 2 سال کامل اگر میخوان شیرخورگی رو خوش رو تمام کنن شیر بدهن. یعنی 2 سال کامل شیر دادن این مستحب است، فرض نیست. 2 سال شیر دادید خیلی خوب است، به سلامتی مادر هم به سلامتی کودک هم و یک امر ارشادی پروردگار است. یعنی پروردگار این کار رو کنید خوب است میگوید. برای همین در نزد جمهور علما فقط تا 2 سالگی کودک اگر شیر خورد محرم می شود، بعد از 2 سالگی محرم نمی شود. بعد از 2 سالگی وی الکی گویا مدت شیرخورگیش گذشت، و این چنین حدیث دیگر رو که در موطأ امام مالک بود خطا نکنم دلیل میگیرن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن انما الرضاعه فی حولین. البته که شیرخورگی در 2 سال اول است. بعد از 2 سال اول شما اگر شیر دادید وای دیگر محرم نمی شود. یعنی از این میبراید که اگر شما تا 2 سالگی به یک کودک شیر دادید محرم است، بعد از 2 سالگی به یگان کودک شیر دادید و محرم نمی شود. اما سخن ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن نه، تا 2.5 سالگی شما شانس شیر داده آن را محرم کردن را دارید. و در این مسئله عزیزان مسئله یتیم گرفتن یا کودک یگان خویش و تبارک گرفتن است. پیش از همه پروردگار تمام خواهر و برادرانی که فرزند ندارند برایشان فرزند عطا کند، از رحمت خودش، از مهربانی خودش، از قدرت خودش که به همه چیز قادر است. اما بعضا می شود که نصیب این است که و یجعل من یشاء و عقیما. الله میگه کسی رو که خواهد با حکمت خودش به بعضی همچون امتحان مسلمانان رو به فرزند میکند. اگر کودک رو شما گرفتید و کلان کردید، خودتون مثلا خواهر کودک گرفته کلان کرده شیر نداشته باشد، حداقل خواهرش باید به اون شیر بدهد. یا دخترچه باشد اگر خواهر شوهرش یا ینگه های شوهرش باید شیر بدهد که محرم شود و این تا 2 سالگی هست. تا 2 سالگی باید شیر دهد در نزد جمهور علما. و اکنون درباره چند بار شیر خوردن صحبت میکنیم. عزیزان، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، در مذهب امام مالک، در قول از مذهب امام احمد و در نزد اکثر صحابه ها 1 بار کودک شیر خورد الکی وی محرم می شود. و برای این دلیل میگیرن از حدیثی که در صحیح بخاری هست و در کتاب های سنن دیگر هم هست، از عقبه ابن حارث روایت است که عقبه ابن حارث میگویند من زنی را به نکاح خود گرفتم، با زن ازدواج کردم. بعد از ازدواجم یک کنیز سیاه پوست، زنی کنیز سیاه پوست آمد و گفت که من به هر دوی شما شیر دادگی هستم، من شما رو میشناسم. بعد من به نزد پیامبر آمدم و گفتم پیامبر الله، من با فلانی ازدواج کردم، یک زن سیاه پوست آمد و گفت که من به شمایان شیر دادم. گفت پیامبر به او چیزی نمیگویند. باز به پیامبر میگوید که همین گونه. گفت پیامبر میگن از او جدا شو. وقتی که به تو اون زن گفت که به شما شیر داده است، پس طلاق ده او رو، یعنی ببخشید جدا شو، از او جدا شو. چون که طلاق هم شرط نیست وقتی 2 کس با هم از جهت شیرخورگی محرم باشن. به طلاق هم اینا کلا الکی از جهت شرع جدا می شود، یعنی کلا بینشان طلاق می افتد. پیامبر میگن پس از او جدا شو. و در روایت دیگر آمده است که پس جدا می شود و آن زن هم شوهر می کند، عقبه هم زن می گیرن. یعنی همینجا پیامبر نمیپرسن که بپرس که چند بار به شما شیر داده است، 1 بار شیر داده است یا 2 بار شیر داده است، 1 بار بپرس یا 5 بار شیر داده است. پیامبر این رو نمیپرسن. انا همین رو گرفته هم امام مالک هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند 1 بار کودک شیر خورد هم شیرخورگی حساب می شود و الکی محرم می شود. و با این سخن حضرت علی و عبدالله ابن عباس و دیگر صحابه ها رو هم در موطأ امام مالک کاملا می آورند که این صحابه ها هم به این اتفاق بودن که یعنی اکثریتشون نه همهشون با 1 بار شیر خوردن کودک محرم می شود. اما
بعض علمای هستند، از جمله قول صحیح امام احمد است و امام شافعی هست. من میخوام این مسئله رو عزیزان از نگاه مذهب ها بگویم، برای اون که امروز ما اینترنت داریم و بعضی برادرانی که یک مقدار زبان عربی میدانند، یگان سوال پیدا شود راست در گوگل می نویسند با زبان عربی و اساساً جواب ها طبق مذهبی حنبلی می براید، چون که علمای عربستان سعودی رو اساساً تمامی علل خصوص فتوای مثلا ابن باز و این علما رو جو کردگی هستند در گوگل و اینها اکثریت جوابهایشان موافق مذهب امام احمد است، چون که خود عربستان سعودی اساساً موافق مذهب امام احمد کار میکند و این برادرها بعضی فتواهای مذهب احمدی حنبل رو گرفته دیگر ابو حنیفه کلان خطا کردن یا کلان گپ ملاهای تاجیک خطا هست میگویم. برای همین میخواد هم این مسئله رو همین گونه وسیع نگاه کنیم، با نظری وسیع ببینیم. و اینجا امام احمدی حنبل در قول صحیحشون امام شافعی میگویند کودک باید 5 بار جدا جدا شیر بخورد. اگر 5 بار شیر نخورد و محرم نمیشود. و همین رو گرفته چه خیلی گفتم بسیاری از علمای عربستان سعودی هم میگن که در گوگل این چیز میبراید و بعضی برادران همین رو میگیرند و دیگر یک بار شیر خورده باشی تو محرم نمیشوی گفته میگردن، در حالی که جمهور علما یعنی اکثریت صحابه ها میگن نه، با یک باری هم انسان محرم میشود. اکنون دلیل اینها چی است؟ دلیل اینها حدیث حضرت عایشه است که اون هم حدیث در بخاری است که حضرت عایشه میگویند در اول در قرآن برای محرم شدن کودک باید 10 بار شیر داده شود بود، سپس اون آیت منسوخ شد، یعنی حکمش رو الله برداشت و 5 بار شیرخورگی موند که پیامبر وفات کردند و آن 5 بار بود. اما علمایی که میگن 1 بار هم کفایه است میگن پس چرا 5 بار رو ما در قرآن نمیبینیم؟ چرا ما نمیبینیم؟ اگر گفتید بعد از مرگ پیامبر منسوخ شد، بعد از مرگ پیامبر که منسوخ شدنش امکان ندارد و شاید این یک اجتهاد حضرت عایشه است که میدونید در بعض مسئله ها حضرت عایشه قول خودشان را دارن، مذهبی خودشان را حتی دارن گفته میتوانیم و به حضرت عایشه عبدالله ابن مسعود هم شریک هستند. برای همین احمد ابن حنبل در قول صحیحشان امام شافعی میگن همین سخن حضرت عایشه که 5 بار کاملا شیر نخورد محرم نمیشود. یعنی این گونه قول هم هست. اینجا چه خیلی جمع میکنیم؟ اگر شما به یک کودک شیر دادید، برای از کل اختلاف ها برآمدن 5 بار شیر دید، همه اختلاف ها تمام می شود. اما الله که وقتی شیر خورگی گذشت، شما چندین سال پیش شیر داده بودید و نمیدونید که 1 بار دادید یا 2 بار دادید یا 3 بار دادید، اون رو محرم حساب کنید و از شبهه ها دور شوید و هرگز با اون کودک مثلا دیگه فرزندتان رو توی کردن و این رو فکر نکنید، برای اون که شبهه کلان است، چون که چه خیلی که گفتیم سخن اکثری صحابگان است که و قول راجع هم بسیاری از علمای معاصر هم این رو راجع میکنن و جز علمای عربستان سعودی. در کتاب های مصر هم خوندگی بودم که 1 بار کاملا شیر خورد، الکی در بدن او شیر آن مادر جاری شد، جای شد و محرم می شود. پس چند بار شیر خورد این گونه است. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله 1 بار کاملا 1 بار کفایه هست. بعضی علمای هستند که میگویند نه 5 بار باشد. چیزی دیگر عزیزان چگونه شیر خوردن است. بعضی گمان میکنن که شیر خوردن حتما باید از پیستان مادر باشد، در حالی که در نزد جمهور علما شما حتی شیر مادر را در یگان شیشچه ها بدهید یا در پیاله بنوشانید یا الان مثلا از طریقه یگان سوزندارو به دهانش کنید، چی خیل نباشد هم حتی از طریقه بینی شیر مادر مثلا با یگان چیز اگر بیمار باشد رفت و محرم می شود. یعنی کودکی بعضی وقت می شود شما کودک قریب 2 ساله رو میگیرید که وای عموما به مادر نمیتونه نزدیک کنه، او از مادر شیر خوردن رو نمیدوند، مثلا با او در این وقت اگر با شیشچه شیر دادید همون کافی است. یعنی شرط نیست که حتما او رو مادر خودش شیر بدهد. در نزد جمهور علما عادی با پیاله شیر نوشانید هم او برای شما محرم می شود. که در ما گمان میکنن که نه، عموما به شیر مادر هم اگر کودک رو مثلا شیر داد تو شیرش نباشد هم محرم می شود، یا مادامی که از پیاله شیر خورد محرم نمی شود. این گپا یگان یعنی دلیل های قوی ندارند. مهم شیر به معده کودک داخل شدن است. مهم شیر به معده کودک داخل شدن است. و اینجا بعض روایت های هست درباره اینکه مثلا یتیمی رو گرفتید، کلان کردید، بعد از کلان شدن چاره نداشتید، می توانید از طریق پیاله چیز
مثلا 3 ساله 4 ساله باشد شیر دهید برای از شبهه نابر آمدن، یک مسئله تماما جداگانه، یک کم اختلافی وسیع هست که نمیخوام در همین برنامه جای کنم و به فکرم همین قدری کافی است، همون چیزی که حاضر برایتان بیان کردم. امیدوار هستم که یکی از مسئله های مهم محرمیت برایتان روشن شد. الله نگهبان یکایک شمایان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.